همجوران عزیز باز ما آمدیم جایی که علاقه در جای دویمی شنوندگان پاولونا رو اکه قربان علی یک اینجا بیاد ما همینجا نوار کرده شدیم کنی گوید که اینو چند بچن شنونده موبایلش چند بود بین دو قطار موبایل چند پشت چند اینو اکو گایز کما که خطا شنوندگی خطاگی ما رو طوری میکنیم اینجا این خیلی 3 متر است 3 متر اینا خیلی یادگارش خلال نمیاد لیکن این خیلی درازش با 2 متری به شنوندگی ما با رفته بالان کشید 10 15 متر شد یادگارش میشه که نه خلال رسوندگی از موبایل من ایناش بعد 3 ساله شده تیار متریال میشد از موبایل یک تشه بریده برای استریکمون استفاده می‌بریم بعد جوش کشود میکنیم بعد 4 بسه میشد بعد 3 بسه میشد نه این خیلی سه نه که این خیلی 4 این خیلی 4 نه این خیلی 4 این خیلی 4 باشد بعد این خیلیش یک این خیلی هم 4 میشد 4 میشد بعد 4 به 4 میشد هم دوران عزیز منم دیدم باشه که یا خیلی برای بیزنس کاریدانی باشدم توصیه می‌کنم که این خیلیش 4 کرده این خیلی درازش خیلی 2 کندم اینا 3 ساله شدن پس وجود تیار چی میشه قریب تیار میشه قریب میشه میتونه که از موبایل یک تشه گیتار شوت کرده استفاده برد تخته میتاد علاقه علاقه تخته میتاد باید حالا کروگلک میکرد می چیزی میکنه قدم ممکن بعد جاش شوت میشه باید وایاش بالان شده رفتن میگیره هم دوران عزیز مصلحت اکی قربان علی یعنی که باینی انا حوز چورشنوندگی باینی پشته داخل قطار 4 متر و بین تخته ها بین نهالا 2 متری هم خیلی شنونید بعد از 3 سال یا که 4 سال شما میتونید از داخل یک تگش رو بریده تخته استفاده برید و ریشه‌کن کنید و میشود 4 این طرفش هم 4 و بعد از با 3 سال دیگه با شما تختهای بی نهایت سرحاصلی خوش صفتی نقض میدهد درست گفتم اکه قربان علی اکه قربان علی این برای چی مایده اینا 2 متر 3 متر یا بعد از گندم کویدگی اینا ما ایول شنونده نه ما ایول شنونده اینا فروش بمی اینا هم همش فروش با این چند ام1 بود گل کردگیش ام1 است او طرفش 9 جویش افت 8 جویش هم ام1 است اینجا هم چند هزار هست اینجا هست 1000 تا زیاد هم دوران عزیز من بینید چخیل کلون میشده است این همین مهمه که دیگه تکنیک قبل است این در 5 ماه هم شده است اگر باور کنید در 3 سال ها عثمان میبرد میرود الان خیلی در پناه خدا باشد مراجعت کنید به اکه قربان علی با اکه شیر علی من تلفن اکه قربان علی رو میمونم تلفن اکه شیر علی رو میمونم مراجعت کنید دسترس کنید هم درخت پاولونیا و هم بیوگوموس چون که بیوگوموس نشنونید بیوگوموس زمین شما رو زنده میکند زمین شما رو حاصل خیز میکند بیوگوموس این یک نوعی چی گویم با زمین رو زنده میکردگی موادی که دیگر غذا در کار نیست در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید یک چیز میچت کردم من نشون دادم همینجا زنبوری دیکی بسیار برای چی میخوره در این دیکی زنبورو زر بسیار یگان شکرک شیره دارد روغن دارد هم دوران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید